در شهر بصره یک پادشاه مهربان زندگی می‌کرد به نام محمد ابن سلیمان. او دو وزیر داشت. یکی به نام فضل ابن خاقان که آدم خوبی بود و همه دوستش داشتند و دیگری معین ابن ساوی که آدمی بدجنس و حسود بود. یک روز پادشاه به وزیر خوب گفت: برایم یک کنیز خوشرفتار، زیبا و باسواد پیدا کن. وزیر بعد از کلی جستجو دختری فوق‌العاده زیبا و هنرمند پیدا کرد به نام انیس‌الجلیس. او را خرید تا به پادشاه هدیه دهد، اما چند روز در خانه نگه داشت تا استراحت کند. وزیر پسری داشت به نام علی نورالدین، خوش‌چهره و جوانسال، اما بدون تجربه و خیلی احساساتی. برای همین به دختر گفت: مواظب باش پسرم تو را نبیند که دردسر می شود. ولی روزی نورالدین صدای دختر را شنید. رفت به سمتش و با اولین نگاه عاشقش شد. دختر هم فوراً دل باخت. در یک لحظه خودشان را در آغوش هم دیدند و عشقشان آغاز شد. وقتی خانواده فهمیدند، ترسیدند وزیر عصبانی شود، اما هنوز ماجرا لو نرفته بود. توطئه شروع می شود. وزیر بدجنس معین بن ساوی این ماجرا را فهمید و به سلطان گفت: فضل با پول تو برای پسرش کنیز خریده. پادشاه فوری دستور داد فضل ابن خاقان را دستگیر کنند. سربازان به خانه وزیر حمله کردند. فضل با نگرانی به پسرش گفت: پسرم، تو و انیس‌الجلیس باید فرار کنید. همین امشب. اگر دستگیر شوید، هر دویتان را می‌کشند. زن وزیر کمی طلا و جواهر به آنها داد و گفت: بدوید. خدا نگهدارتان باشد. دو عاشق نیمه شب از بصره فرار کردند و با کشتی به بغداد رفتند. عشق وسط سختی‌ها. در بغداد مدتی زندگی خوبی داشتند، اما نورالدین بی فکر و ولخرج بود. پولها تمام شد و فقیر شدند. انیس‌الجلیس گفت: من موسیقی بلدم. بگذار کار کنم تا زندگیمان بگذرد. در مهمانی بزرگی آواز خواند و همه عاشق صدایش شدند. حاکم بغداد او را به خدمت گرفت، اما یک نفر او را شناخت. این همان کنیز سلطان بصره است. فوری نورالدین را زندانی کردند و دختر را به بصره برگرداندند. پیش از جدایی دختر به زندان رفت و گفت: حتی اگر از هم دور شویم، عشقمان همیشه کنار ماست. حقیقت روشن می شود. در بصره دختر ماجرا را با صداقت تعریف کرد. سلطان تحقیق کرد و فهمید فضل بیگناه بوده. معین بن ساوی همه چیز را دروغ گفته. سلطان دستور داد فضل آزاد شود، وزیر بدجنس مجازات شود. نورالدین هرچه سریعتر آزاد و به بصره بازگردد. پایان خوش. نورالدین از زندان آزاد شد و به بصره برگشت. وقتی به قصر رسید، انیس‌الجلیس به طرفش دوید. همدیگر را محکم در آغوش گرفتند و اشک شوق ریختند. سلطان لبخند زد و گفت: شما دو نفر از امروز رسما زن و شوهر هستید. خانه و اموال وزیر هم مال نورالدین. مردم جشن گرفتند و گفتند: عشق همیشه پیروز است. پیام داستان: اگر عشق واقعی باشد، توطئه و بدی هم نمیتواند آن را نابود کند.